بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل يكره للمصلي 77 شيئا. این فصل درباره آن چیزهایی هست که مکروه هستند. مکروه هست برای نمازگزار 77 چیز. 70 چیز. یکم ترک واجب و سنت عمدن. کوشش میکنیم 3 صحیفه رو تمام کنیم، برای همین کمترک زودتر پیش میروم. ترک کردن واجب یا سنت عمدن یعنی عمدن یعنی قصدن. اگر کسی قصدن ترک کند یک واجبی رو یا اینکه سنتی رو، البته اگر واجب رو ترک کند باید که اگر به یادش رسد باید که سجده السهو کند اگر از سببی فراموش خاطری باشد. اما اگر قصدن ترک کند، قصدن ترک کردن مکروه حساب می شود. و بعدا در اینجا یک مثال می دهد که عبثیه بثوبه و بدنه، یعنی سوم و چهارم این مثال هست برای یکم و دوم. به مانندی عبث یعنی که بازی کردن یا اینکه به سبب به ضرورت حرکت کردن و جنبیدن یا با یک چیزی رو در دست خود گرفتن. خب برای همین این رو من ترجمه کردم همچون بازی کردن، یعنی کاری ناجا یا کاری بیهوده کردن، با مانند بیهودگی یا بازی کردن با لباسش یا با بدنش، چون که این به مقابل تعدیل الارکان می باشد، به مقابل برعکسی یا بزیدی با اطمینان نماز رو گذراندن می باشد. و قلب الحصى الا للسجود مرة. و دور کردن یا یک طرف کردن، برطرف کردنی یا تازه کردنی سنگ ها یعنی از سجدگاه مگر برای سجده کردن مرتن یک بار. یعنی هر بار به سجده وقتی که انسان می رود چوب رو یک طرف کند، سنگ ها رو دیگر طرف کند، اینجا رو کم ترک شکد، اینجا رو یعنی تازه کند، این مکروه حساب می شود. یک بار باید پیش از نمازش آمادگی می گرفت. اما اگر نگرفته باشد یا در وقت نماز سنگ ها باز یعنی در سجدگاهش آید یا کسی پرت آید، یک بار برای سجده کردن می تواند که همون سجدگاهش رو تازه کند یا با دستش همون چیزهای ضررناک رو یک طرف کند. و غیر از این زیاد کردن مکروه حساب می شود. قلب الحصى یعنی یک طرف کردن یا تازه کردنی سنگ ها مگر برای سجده کردن یک مرتبه. و فرقعت الاصابع. این رو برای من گوید که یک کلمه مخصوص دارید در تاجیکی، اما یعنی وقتی که ما انگشتان خود رو یعنی میشکنیم یا اینکه جقاز کردن میگویند یا چی میگویند، وقتی که با انگشتان خود یعنی انگشتان خود رو فشار میدهیم و صدا میبراید. این رو به تاجیکی چی میگویید شما؟ این رو گفته میشد فرقعت الاصابع. این گونه که میکنیم، این گونه کردن در نماز جقاز کردن. خب جقاز دادنی انگشت ها بهترین. این رو در نماز کردن مکروه حساب می شود. و تشبیکها برمیگردد به اصابع، یعنی که آنها رو به همدیگر شباکت کردن یا داخل کردن. انگشتان یک دست رو به انگشتان دیگر دست به مانند سیتکه این خیلی درون کردن با همدیگر، این رو تشبیک الاصابع گفته می شود. این هم مکروه حساب می شود. یعنی که یا اینکه آنها رو فشار دادن یا جقاز دادن و این چنین آنها رو به همدیگر داخل کردن، هر دوی آنها مکروه است. چون که در نماز به تشبیک کردن انگشتان ضرورتی نیست. یعنی در یگان رکن ما تشبیک الاصابع نمی کنیم. همه وقت یعنی انگشتان ما جدا می باشد از دستی دیگر و اگر یک دست رو بالای دیگر گذاشتن ضرورت شود به تشبیک گذاشته می شود. هشتم و تخصر و گذاشتن دستان به میان رو قپیدن با دستان، یا یک دست باشد یا هر دوی دستان باشد، این هم مکروه حساب می شود، چون که این یکی از عملهای نماز نیست.
البته اگر انسان یک بار کند یا برای ضرورت کند یا در وقت خیستن، مثلا انسان پیر باشد یا اینکه بدنش دردمند باشد، ما این عملها رو در موردی از ضرورت و عذر نمیگوییم. این در موردهای عادی می باشد، یعنی عادتاً و عموماً اینها مکروه می باشد الا که اگر برای ضرورت یا عذری باشد. تخصر، دستان را به میان گذاشتن یا به میان این گونه دستان را که میگذاریم برای تکیه کردن، این را تخصر گفته می شود. نهم والالتفات بعنقه، با گردن التفات کردن، یعنی که این طرف و اون طرف نظر کردن. خب دار دادنی کلای خود، سر خود، یعنی با گردن، گردن اگر بجنبد، سر اگر بجنبد، این رو گفته می شود جنبیدن یا نظر کردن یا دار دادنی سر خود، یعنی بعنقه، یعنی با گردن. هدفش این است که تنها چشم ها دور نخورد و هر طرف نظر نکند، بلکه خودی گردن، خودی سر اگر بجنبد این هم مکروه است. اگر به یاد داشته باشید در فصل قبلی من برای شما گفتم که تنها سینه وقتی که از قبله دور میخورد یا میجنبد این سببی فاسد شدن یا باطل شدن نماز میگردد. اما اگر تنها سر اگر جنبد با گردن، این باکی ندارد، اما این معنی اون را ندارد که این کراهت ندارد، کراهت دارد و در این فصل مکروهات ببینید که در اینجا ذکر شده است. و دهم اقعاء. اقعاء این یک طرزی نشست هست، طرزی نشسته هست که مکروه حساب می شود. یعنی که وقتی که انسان بر دست و پشتش می نشیند و زانوهای خود را بالا می کند، با مانند بعضی حیوانات یا با مانند پیشک، گربه، سگ، بعضی وقت آنها همین گونه می شینند. وقتی که تنها پشت به زمین می ایستد، دستها در زمین می ایستد، اما زانوها و پایها این خیلی بالا کرده می شود. این گونه نشستن نیز مکروه است. و البته به هر طرزی عمل کردن یا نشستن یا ایستادن یا نشستنی که به خلاف نماز باشد، به خلاف سنت نماز باشد، البته که مکروه حساب می شود. اما در اینجا مخصوصا همین نشست رو ذکر کرده است امام شرنبولالی. 11 و افتراش ذراعیه، و پهن کردن یا اینکه چسباندن ذراعها، دستان تا اورنجها، یعنی همین قسمت رو در نظر داریم، به زمین در وقتی سجده کردن. خب در اینجا بعد سوال خلق می شود که آیا زنها نیز باید این گونه دستان خود را بالا کنند یا نه؟ در اینجا دو جواب هست. یکم این است که می توانید این گونه تصور کنید یا این گونه بفهمید که این تنها برای مردها گفته می شود، چون که برای زنها گفته شده بود که خوبتر است که آنها خود را به همدیگر نزدیک کنند، یعنی شکم خود را بر آنهای خود چسبانند و دستان خود را به پهلو به دو طرف خود نزدیک کنند. یا اینکه می توانید این رو این گونه فهمید که این برای زنها ذکر نمی شود و برای زنها مکروه نیست، تنها برای مردها مکروه حساب می شود. یا می توانید این گونه تصور کنید یا این گونه فهمید که زنها هم می توانند که دستان خود را به پهلوهای خود نزدیک کنند، اما از زمین کم ترک بالا نگه دارند که مکمل ذراعهایشان به زمین نچسبد، چون که به خلاف این گونه عمل کردن حدیثی هست. و هر دوی جواب یعنی قابل قبول هست. یا می توانیم که این را همچون این گونه بفهمیم که این مخصوص برای مردها حساب می شود، یعنی کراهت تنها برای مردها هست. یا اینکه حتی زنها هم می توانند که رانهای خود را به شکم خود نزدیک کنند و دو دستای خود را یعنی ذراعهای خود را به بدن خود چسبانند، اما از زمین کم ترک بردارند یا حداقل یعنی پورا دست به زمین نچسبد. این هم امکانیتش هست. و تشمیر کمیه عنهما. و تشمیر کمیه عنهما. 12 بالا کردن آستین ها. کم آستین رو گفته میشد، کمین دو آستین، کمیه آستین های او. بالا کردنی یعنی بالا کردنی آستین ها از دستانش، یعنی در نماز بالا کردنی آستین ها چی ضرورت هست؟ این به خلاف تعدیل ارکان هست و به خلاف یعنی اطمینان داشتن در نماز حساب می شود و عبث حساب می شود. عبث یعنی که بیهودگی یا بازی کردن در نماز، که این به خلاف سکون داشتن یا ساکن بودن حساب می شود.
13 و صلاته فی السراویل مع قدرته على لبس القمیص. البته این درباره مردها می باشد که نماز خواندن تنها با شلوار یعنی با ایزار می توانید این گونه فهمید، در حالی که قدرت به پوشیدن قمیص یعنی کرته داشته باشد. البته اگر مرد، شما می دانید که عورت مرد رو ما الکی ذکر کردیم که از ناف سر می شود تا پایانی زانوها. اگر کسی تنها همین قسمت رو پوشاند از جمعی مردان و نماز خواند، نمازش قبول می شود. اما وقتی که کرته داشته باشد، یعنی پیران کرته داشته باشد برای قسمتی بالای خود را پوشاندن، اگر داشته باشد اما استفاده نکند، این کراهت دارد. برای چی به کرته نماز میخواند وقتی که قدرت به پوشانیدن یعنی قسمتی بالای بدن خود دارد؟ البته برای زنها این نه، یعنی کرته نداشته باشد، تنها با سراویل نماز حتی خواندنش جایز نیست. تمام بدن باید پوشیده شود به غیر از میدانید روی دو کفان و دو پای ها. و رد السلام بالاشارتی، و با اشاره به سلام جواب گفتن. یعنی که در اینجا نمیگوید که با زبان باللسان و نمیگوید بالمصافحه، چون که شما میدانید که هر دوی این عمل ها را انجام دادن و اجرا کردن نماز را باطل میکند. اما اگر کسی تنها با اشاره به سلام جواب دهد، تنها دستش را همین خیل حرکت دهد یا مثلا کم ترک سرش را خم کند، این کراهت دارد، چون که عمل قلیل کرد، خیلی یک جنبش و حرکت اضافه کم کرد. کراهت دارد. و التربع بلا عذر. 15 تربع از ربع یعنی گرفته شده است که از رقم 4 می باشد، یعنی که 4 زانو نشستن به عذر. به عذر 4 زانو نشستن. البته اگر با عذر باشد وابسته به عذر چیست و بیماری چیست و ضرورت چیست، انسان چندین خیل دیگر نشست ها را و قامت و یعنی نشست ها را اختیار کرده میتواند. حتی اگر بیمار باشد، مثلا یا یک پایش درمند باشد یا پشتش درمند باشد یا زانوهایش درمند باشد، میتواند که یعنی حرکت ها عمل های خود را کم ترک دیگر کند برای مدتی همان ضرورتش. اما در اینجا یعنی واضح ذکر کرده است که 4 زانو نشستن به عذر این مکروه است. 16 و اقص شعره، و برای مرد با موی بافته شده، با موی بافته نماز خواندن. این را اگر شرح شورنبلالی، اگر شرح نور الایضاح را مناقی را اگر نظر کنید، امام شورنبلالی میگوید که این از سبب حدیثی که در طبرانی روایت شده است، از سبب همان هست که پیامبر صلی الله علیه و آله یک مردی را دید که با موی بافته نماز میخواند و با او حکم کرد که بگذار که مویهایت با تو سجده کند، یعنی مویهای خود را این خیل قلف نکو یا اینکه نبند با یعنی با بافته ها، بلکه مویهای خود را گشای. به هر حال این تنها برای مردها هست، زنها اگر مویهای خود را بندند یا بافند باکی ندارد. 17 والاعتجار. و در اینجا امام شورنبلالی میفهماند که اعتجار چیست. اعتجار نیز مکروه است و هو شد الرأس بالمندیل و ترک وسطها مکشوفا. البته این هم برای مردها هست، یعنی که بر سر خود چیزی را بستن. مندیل یعنی رومال را یا لطه را بر سر خود، رأس بر سر خود، شد یعنی که بستن، و وسط آن را مابین آن را مکشوف یعنی که کشاده ماندن. اگر کسی تنها سر خود را بندد و مابین سرش کشاده ماند، این کراهت دارد. 18 و کف ثوبه و سدله. هر دو اینها به هم دیگر رابطه دارند. 18 کف ثوبه و لباس های خود را یا دامن خود را قپیدن یا بالا کردن، مخصوصا هنگامی که مردها یا هنگامی که ما به سجده می رویم. بعضی ها همین عمل را عادت دارند
که دامن خود رو بالا میکنند یا اینکه لباس های خود رو جمع میکنند و کف میکنند، یعنی میقپند یا میگیرند، خب، یا میکشند. خب این درست نیست. باید که با لباس ها یعنی با لباس ها به ضرورت و به یگان خیل فایده باید دست زده نشود. یعنی قپیدن لباس، بالا کردن، کشیدن و البته درست کردن حجاب و این چیزها باید در نماز کرده نشود. و سدله و سدل دادن ثوب، یعنی که سدل کردن یعنی کشال کردن. به زبان آسان اگر بگویم، وقتی که بالای سر، وقتی که مرد یا زن بالای سر یا شانه خود یک مثلا لطه را یا یک شال را آویزان میکند و همان دو قسمتی همان شال کشال میماند در وقت نماز. این هم کراهت دارد. برای همین اگر دیده باشید، اهمیت داده باشید، نمیدانم، عموما در مابین جماعت مردان البته نیستیم، اما در شاید یکم پروگرام یا شاید در یکم جو دیده باشید یا در خانه از پدری خود، شوهر خود اگر دیده باشید، شیخ هایی که و استادانی که شال میپوشند در گردن خود، شال میگذارند در گردن خود، یا اینکه در سر خود اگر شالی مثلا شماغی یا کوفیه اگر میپوشند، آنها عموما دو طرفی همان کوفیه را یا شال را بر پس خود یا میپرتایند یا اینکه در پیش خود کوشش میکنند که دو قپتش را رست مانند تا اینکه در وقت نماز کشغل نشود. یا اینکه اگر شال در گردنشون باشد به مانند شرفی که در زمستان پوشیده میشد، همان شرف را یا شال را یک طرف میگذارند تا اینکه در وقت نماز کشغل نماند دو طرفش. بعد یک چیز دیگر این است که بله، یک استادمون شاید شما شناسید، به حد نوارهای زیادش در یوتیوب ترجمه کرده می شود. استاد مفتی محمد الکوثری به حد عادت دارد که یعنی جبه و تاقی می پوشد، اما شال همه وقت در گردنش شال می باشد. به فکرم شالی یا سوری هست، همین خیل شال در گردنش می باشد. در یادم هست که در وقت نماز همین استادمون به فکرم ما از طریق اکران می دیدیم، یک بیان دادک در یک وقت در یک مسجد. همین وقت نماز که آغاز شد اهمیت دادم که همون شالش رو از گردنش گرفته که در زمین ماند و بعداً به نماز آغاز کرد. و این است یعنی پرهیز کردن از سدل. خب نه درباره سلا نگفتم، درباره شال هستین. شالی که در گردن مانده می شود یا اینکه شماغ کوفیه. سلا دیگر حکم دارد، سلا باکی ندارد. 20 والاندراج فیه بحیث لا یخرج یدیه. 20 درباره پوشیدن لباس یا اینکه گویم که پیچاندن یک لباس بالای خود یا گذاشتن یک لباس در شانه های خود با این حیث یعنی که با این طریقه‌ای که با این طرزی که دستانش رو بیرون کردن نتواند. خب خلاف این هم ممانعت آمده است از پیامبر صلی الله علیه و آله در یک حدیثی که یهودا این گونه میکردند. یعنی که این میتواند که چندین چیزها رو در بر گیرد، یا میتواند این شکل رو در بر گیرد که وقتی که انسان همان پیران خود یا جمپر خود را یا جامه خود را در شانه هایش تنها میگذارد، کشال میکند، یا اینکه این حالت را هم در بر میگیرد که اگر انسان چیزی را بپوشد که دستانش در درون با بدنش چسبیده ماند و دستان خود را بیرون کردن نتواند. اندراج یعنی درون کردن در آن، یعنی که درون کردن دست ها در درونی لباسش یا در درونی پیرانش یا کرتش یا جامهش با این طرزی که آنها رو بیرون کردن نتواند. خب 21 وجعل الثوب تحت ابطه الأيمن وطرح جانبيه على عاتقه الأيسر. 21 این است که گذاشتن لباس یعنی یک پاره یا یک قبط لباس رو در زیر
بغل راست خود گذاشتن و طرفی دیگری او را بالای کیفتی چپ یعنی پرتافتن یا اینکه گذاشتن. البته این هم برای مردها می باشد. یعنی که یک قبط لباس یا گویم که یک لته یا مثلا احرام می باشد، در از پایان بغل چپ رست ماندن یا گذاشتن و طرفی مقابل همان پیران یا کرته یا لته را بالای شانه چپ خود گذاشتن یا کشال کردن. برای آن که اگر این طرز را یا این طریقه را اختیار کند مرد، شانه راستش یعنی آشکار میماند و این کراهت دارد. والقراءة فی و این چنین یک سبب دیگری را هم ذکر کردند که اگر این طریقه را اختیار کند، هر وقتی که به رکوع سجده می رود، بعد همون قبطی که بالای شانه چپش آویزان کرده است یا کشال کرده است، هر وقت بعد می افتد و بعد ضرورت به اصلاح کردنش می رسد. برای همین باید کوشش کند که از این پرهیز کند. والقراءة فی غیر حالت القیام و قرائت کردن در هر حالتی که ایستاده نباشد کراهت دارد. یعنی که البته این در حالتهای عذر رو در بر نمیگیرد. اگر حالتی عذر داشته باشد یا باید با اشاره با ایمه مثلا نماز را یعنی بخواند، این باکی ندارد. اما قرائت رو در غیر حالت قیام انجام دادن مکروه است. و اطالة رکعت الاولى فی التطوع در نمازهای تطوع یعنی در نمازهای نفلی رکعت یکم رو دراز کردن. و تطویل الثانیه علی الاولى فی جمیع الصلوات و رکعت دویم رو بر رکعت اول یعنی که از زیاده از رکعت اول دراز کردن در تمامی نمازها کراهت دارد. 25 و تکرار سورتی فی رکعت واحده من الفرض تکرار کردن یک سوره در یک رکعت نماز فرضی. البته اگر انسان یکم سوره دیگر را نداند، یعنی در نماز نو قدم زده باشد و دیگر سوره ها را نداند، برای ضرورت ادا کردن یعنی وجوب یعنی ضم کردن و علاوه کردن یک سوره دیگری را با فاتحه باید که سوره را بخواند، اما کراهت دارد. اما نمازش می شود اگر یکم سوره دیگری را نداند. و قرائت سوره فوق التي قرأها و سوره ها را به ترتیب قرائت کردن، مخصوصا در اینجا ذکر کرده است قرائت کردن سورتی که پیش از آنی که قرائت کرده است آمده باشد. یعنی که شما میدانید که باید از اول قرآن یعنی سوره ها قرائت کرده شود و با ترتیب تا آخرش کدام سوره که انسان خواهد قرائت کند. اگر ما تنها جزء عامه را اگر به نظر بگیریم، از سوره نه به آغاز می شود و یعنی آخرش سوره النصر می باشد. اگر کسی مثلا سوره النصر رو قرائت کند و بعدا سوره الاخلاص، این به ترتیب شد و چپانه شد، برعکس شد. برای همین باید که هر سوره‌ای که بعدا می آید باید بعد قرائت کند و هر سوره‌ای که پیش می آید باید او رو اول قرائت کند. یعنی با ترتیبی یعنی قرآن باید قرائت کند. و این چنین کراهت دارد که ما بین سوره ها فصل یا اینکه فاصله گذارد با یک سوره، یعنی که و فصله بسوره بین سورتین قرأهما فی رکعتین، ما بین دو سوره که در دو رکعت میخواند فاصله اگر اندازد با یک سوره، یعنی که یک سوره که ما بین دو سوره می آید آن رو گذشتن و سوره بعدی رو قرائت کردن، حتی با ترتیب هم باشد. مثلا کسی اگر سوره الاخلاص رو اگر بخواند در رکعت اول و بعدا سوره النصر رو بخواند در رکعت دوم و سوره الفلق در مابین ماند، این هم کراهت دارد. اما اگر با سبب باشد یا اینکه
بعضی وقت کرده شود یا انسان اونقدر سوره های زیادی را نمیداند یا در وقت هیجان یا در وقت سراسیمگی در نمازش اگر یک یا دو سوره را خواند نداند که مابین آنها ترتیب چگونه هست، باز هم نمازش قبول می شود. این تنها درباره کراهت مکروهات نماز می باشد و مکروهات نماز را باطل نمی سازد، یعنی باطل کننده نماز نیست. برای همین این چیزهایی که در اینجا ذکر می شود اگر انجام داده شود نماز باطل نمی شود، تنها در نماز خلل می آید و انسان یعنی مکروه می شود، یک عمل ناپسندیده را انجام داده است. خب 28 و شم طیبین، البته بوی کردنی یک خوشبویی یا عطر. و ترویحه بثوبه او مروحة مرة او مرتين. 29 و شمال زدن خود، ترویح خود را به خود شمال زدن، خنک کردن خود با پاره یا یک قبطی از لباسش یا با دامنش باشد یا با یک بادپری باشد. فهمیدید؟ مروحه بادپر را گفته می شود، همین کلمه رو استفاده می کنید. بادپر یا بادپکه وقتی که با کاغذ استفاده میکنیم، یک کاغذی رو برای شمال زدن خود استفاده میکنیم، یک یا دو مرتبه اگر کرده شود این هم کراهت دارد. و تحویل اصابع یدیه او رجلیه عن القبلة فی السجود، و یعنی دور کردن یا اینکه گردانیدنی، یعنی از قبله گردانیدنی انگشتان دست و پای ها از قبله در سجده و غیره و در دیگر رکن ها. یعنی که انگشتان دست و پای اگر از طرف قبله دور شود نماز باطل نمی شود، اما این کراهت دارد. باید که انگشتان دست و پای در هر یک رکن، در هر یک نشست و خست به طرف قبله باشد. 33 و ترک وضع الیدین علی الرکبتین فی السجود، و ترک کردن گذاشتن دستان بالای زانوها در رکوع. یعنی اگر به دو طرفش اگر دستان خود را گذراند یا ماند یا دستان خود را بر سینه خود قپد، یعنی این به خلافی عملی نماز می شود، این کراهت دارد. و تثاؤب، این رو چی گفتید؟ خواب کشیدن. خواب کشیدن، خب کوشش کند انسان که تا قدر توانش خواب نکشد و اگر خواب کشد باید که دهان خود را پوشاند در نماز. و 35 و تغمیض عینیه، پوشانیدن چشمها. و رفعهما للسماء، و بالا کردن چشمها به آسمان. یعنی که ما در نماز به آسمان نظر نمی کنیم، در هر یک رکن باید که سر ما خم باشد، چشمان ما باید به همان مکانی باشد که در هر رکن لازم هست که به طرف آن ما چشمان خود رو گردانیم. و عموما در وقت قیام ما به سجدگاه خود نظر میکنیم، در وقت مثلا نشست ما به دامن خود نظر میکنیم، در وقت رکوع به انگشتان پای خود نظر میکنیم. یعنی چشمان ما باید پایان باشد. این هست نزدیکتر به حالت فروتنی و تواضع. چشمان را پوشیدن عموما مکروه هست، اما در یک حالت گفته می شود که کراهت دور می شود. یعنی اگر انسان در یک حالتی باشد که به حد برایش تمرکز کردن و متوجه شدن به نمازش سخت باشد، یعنی در ارد و گردش نفرهای زیاد باشد یا نفرها خیلی زیاد صدا کنند و آواز کنند و این نتواند که متوجه به خواندن خود، به سوره خود، به نماز خود شود و به وقتی موقتی اگر چشمان خود را کم ترک پوشاند به یک مدتی کم، این باکی ندارد، چون که انسان کوشش کرده ایستاده است که توجهش را به نماز بیارد و کشودن چشمانش به او خلل میرساند. این برای یک مدتی کم کراهت را دور میکند و با سبب هست، اما عموما در حالتی که انسان چشمانش را بپوشد تمام نمازش را خواند مثلا، این کراهت دارد. 37 و تمطی، تمطی دراز کشیدن. یکم کلمه دیگر دارد وقتی که انسان دراز میکشد یا بدن خود را یعنی چی میکند؟ راحت میکند، دراز میکشد، دستان خود را به دو طرف میکشاند یا اینکه با بالا دستان خود را میکشاند. این را چی میگوییم؟ همین دراز کشیدن به فکرم آمد. اگر یکم کلمه دیگر باشد نویسید. 38
والعمل القلیل، هر عملی که قلیل باشد، کم باشد. عملی کم هست یعنی حرکتی کم هست که از نماز البته بیرون هست، عملی نمازی نیست. عملی کم باشد کراهت دارد. کم ترک یعنی حجاب خود رو درست کردن. البته حجاب رو درست کردن اگر این خیلی فکر کنید که برای نماز و برای درستی نماز ضرورت باشد، البته کراهت ندارد. اما بیهوده اینجا رو خوریدن اونجا رو خوریدن گرچه که نماز رو باطل نمی کند اما کراهت دارد. برای همین من برای شما تکرار به تکرار میگویم که قاعده در اینجا این است. اکثر این چیزها رو کدام قاعده در بر میگیرد؟ این قاعده ای که هر یک عملی که به نماز و به صحت نماز ضرورت نیست و بیهودگی هست، عبث هست، بیهودگی هست، بازی کردن هست، یعنی به خلاف ساکن بودن در نماز هست، هر این گونه عمل یعنی کراهت دارد. ما میتوانیم که حتی از پیش خود بعضی مثال ها رو اضافه کنیم و این روی خطی که در اینجا یعنی امام شرنبولری گذاشته است میتواند که زیادتر شود. از 77 چیز به فکرم ذکر کردیم، میتواند زیادتر شود. ما خودمون میتوانیم بعضی چیزها رو اضافه کنیم و حساب کنیم. مثلا در اینجا میتوانیم نویسیم که و یعنی میتوانیم بگوییم که دست خود را خراشیدن، یا اینکه آستین خود را درست کردن، گرچه که درست باشد، عورت پوشیدگی باشد، اما بعضی ها نظر میبینن که لباس هایشون راست باشد و خوشروی معلوم شود. کرته خود را درست کردن، خیلی زیاد یعنی چیزهای خود را میتوانیم چیزها را در اینجا اضافه کنیم، چون در ماتت یک قاعده میافتند. و اخذ قملت و قتلها، و گرفتن شپوشک و کشتن آن در وقت نماز. و تغطیت انفه و فمه، پوشاندن بینی و دهانش در نماز. اکنون در اینجا سوال خلق می شود درباره نقاب، که اگر کسی نقاب داشته باشد و نمازش یعنی نماز در حالت نماز خواندن باشد و یا اینکه از خانه بیرون باشد یا اینکه در درون خانه باشد و در ارد و گردش نامحرم باشد، یا اینکه در پیش یک تریزه نماز خواند در اونجا یعنی بیرون از خانهش یا بیرون از همان تریزه مردمان نامحرم باشند، در این حالت آیا برایش ضروری هست که نقابش رو یک طرف کند یعنی کشد؟ نه، برایش ضروری نیست، چون که پوشیدن روی تنها کراهت دارد. اما کسی در نماز تنها کراهت دارد. برای زنان پوشیدن روی در نماز تنها کراهت دارد. اما کسی که نقاب پوش باشد کشیدن نقاب برایش جایز نیست. خب برای همین است که این عملی که مکروه هست برایش مکروه نمیگردد، چون که ضرورت دارد. اما اگر در درون خانه باشد و یا اینکه در بیرون باشد و کسی یعنی در گردش نباشد، در بعضی وقت ما در بیرون وقتی که می باشیم در یک جای میشینیم که در آنجا هیچ کس نمی باشد، یا در سفر باشیم در یک صحرا یا در یک مثلا میدانی گشاد باشیم، در پیش درخت ها باشیم، در یک جای باشیم که مثلا برای میله که مردم نباشد، در این حالت اگر انسان ببیند که کسی در گردش نیست، اگر تواند نقاب خود را بر زمین گذارد این بهتر خواهد بود، برای آن که هم رویش پوشیده نمی باشد در نماز و هم با نقابش سدل نمی شود، یعنی در وقتی نماز خواندن نقابش کشال نمی شود، چون که کشال شدن نقاب هم یک نمودی سدل حساب می شود. خب اکنون 42 و وضع شیء فی فمه یمنع القراءة المسنونه، و گذاشتنی یعنی گذاشتن چیز، ماندن چیز بر دهان خود که قرائتی یعنی طرز سنت را، قرائت مسنونه را از اون منع می سازد یا مانع قرائت کردن می شود. باید به دهانش چیزی نگذارد. مثلا فرق نمی کند مثلا ژوچکه داریم یا خوراکی باشد یا چیزی باشد، فرق نمی کند. اگر انسان به دهان خود گذارد و سبب این نتواند که درست قرائت کند، تمام این مکروه می شود. اما اگر اونقدر چیزی کلان یا اونقدر چیزی نادرست نباشد یا چیزی نباشد که کلان باشد یا مانع قرائت شود یا چیزی باشد که برای ضرورت در دهان یا در دندان ها مانده می شود، این باکی ندارد. نمیدانم این اسباب ها رو شما به تاجیکی چی میگوید، اما برای بهتر ساختن دندان ها بعضی وقت دندان های یعنی بعضی وقت
بعضی اسباب ها در دهان در دندان ها چسبانده می شود. خب از دکتری دندان میدانید براکت، خب براکت چسبانده می شود. این گونه چیزها برای ضرورت اگر در دهان گذاشته شود یا اینکه بالای دندان ها گذاشته شود این باکی ندارد. و سجود علی کور امامته و علی صورت، و سجده کردن، خب این است 43. سجده کردن بر کور، بر کنج دبلی امامه خود. یعنی مرد اگر امامه سله کلان داشته باشد بر یک کنج امامش سجده کردن کراهت دارد. باید که یا پیشانیش بر زمین رسد یا اینکه اگر سله تنها در یعنی پیشانیش کم ترک باشد و مابین پیشانیش و سجدگاه همون سله کم ترک یک قبطش آید این باکی ندارد. اما سله کلان داشتن و سر هیچ به سجده یعنی به گویم که فشار زمین به پیشانی هیچ نرسد این کراهت دارد. یا اینکه بالای صورتین، بالای صورتی باشد. صورت یعنی اشیای زنده، بالای صورتی چیزها، یعنی که اگر عکس و تصویرها در زمین باشد بالای آنها سجده کردن کراهت دارد. ولی اقتصار و این چنین البته اگر صورت ها در پیش نمازگاه باشد، در بالا، در دو طرف، یعنی که در تمام جایی که باشد باید انسان این گونه صورت ها و تصویرها رو دور کند. اما اگر در پشتش باشد باکی ندارد، چون که از سجدگاهش و از جای نمازش و از گوییم که همون سمت نظرش دور هست. و 45 والاقتصار على الجبهة بلا عذر بالانف، و تنها بالای پیشانی سجده کردن اگر با بینی عذری نباشد. یعنی هنگام سجده کردن انسان باید با پیشانیش و با بینیش سجده کند. اما اگر با بینیش هیچ عیبی یا اینکه مشکلاتی نباشد با بینیش اگر سجده نکند این کراهت دارد اما نمازش قبول می شود. خب انشاءالله تا همینجا درس رو میگذاریم. از این صحیفه در درس آینده ادامه میدیم. 2 صحیفه باقی مانده است برای مکروهات نماز و بعدا میگذاریم به این فصل که درباره سوترا و درباره گذشتن از پیش نمازگزار می باشد. خب سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.